سلام دوستان، وقتتون بخیر. این هفتمین قسمت برنامه محمد ثابتیه و قراره که در مورد تغییر کردن با هم دیگه صحبت بکنیم. از تغییر کردن میترسی نه؟ بیا این قسمت رو ببین چون قراره که کمکت بکنه باشه؟ خیلی خب دوستان، در مورد خیلی موضوعات مختلفی با هم دیگه صحبت کردیم. توی قسمت اول در مورد سر چیزا گفتم بهتون، قسمت دوم یه چیز دیگر بهتون گفتم، قسمت سوم یه چیزی بهتون گفتم. پیشنهاد میکنم که اگه تا اینجا قسمت‌های قبلی رو ندیدین، نمیخوام بگم که برید اونو اول ببینید. خب الان اینطوری به این ویدیوی من آسیب نزنید لطفاً، ولی اینو ببینید، بعدش هم برید اونها رو ببینید. خب بعد دوباره برگردید، حالا بیاید اینو ببینید. باشه؟ این خیلی بهتره. تکرار خوبه دیگه. حالا در مورد تکرار بعدن هر چیزی پیش میاد میگم حالا بعد میشه قسمت بعدی. احتمالاً قسمت بعدی هم راجب تکرار باشه، نمیدونم. ولی در مورد تغییر، خب نه، قسمت بعدی در مورد تکرار نیست. آره. خب در مورد تغییر کردن میخوام بهتون یه چیزایی رو بگم که خیلی مهمه و اگر شما بتونید با تغییر کردن ارتباط بگیرید، خب میتونه نتایج خیلی خوبی تو زندگیتون داشته باشه. چرا اصلا نباید انجامش بدین؟ ببینید توی رسانه میبینی که پست میاد، ویدیو میسازن، هیچ وقت خودتو برای هیچ کسی تغییر نده، نمیدونم اینجور چیزا. باشه، شما خیلی خوبین، خب ولی تو باید خودت رو برای خودت تغییر بدی. یه وقتایی وقتی که میبینی داری به دیگران آسیب میزنی، خب یا مثلا برای خانوادت آسیبزا شدی، نمیدونم هر چیزی، خب نگاه میکنی تو داری در واقع به خودت آسیب میزنی. پس برای خودت باید تغییر بکنی. باشه؟ این خیلی مهمه. و برای اینکه بتونی واقعا تغییر بکنی یه چیزی لازمه. اونم اینه که ببینی چقدر از شرایط الان خودت رضایت داری. خب حالا قضیه رضایت داشتن 2 بخش مهم داره. یکیش اینه که بعضیا خب نگاه میکنن میگن که نه، من لایق این نیستم، واقعا میخوام که چیزای بیشتری تو زندگی داشته باشم، میخوام انسان بهتری باشم، میخوام روی خودم کار بکنم، در حال پیشرفت باشم، احساس میکنم که یه چیزی تو وجودم داره به من این پیامو میده که من میخوام به سمت موفقیت برم و احساس میکنم که میتونم انجامش بدم. خب و به خاطر همین از شرایط الان رضایت ندارم، پس تغییرش میدم. اما یه سریا هستن که میگن که نه، من اوکیم، خب ولی باز هم اونا رضایت ندارن. یعنی در واقع اون رضایتی که دارن میگن که من اوکیم، خب این کلمه اوکیم از کجا آمد تو زبان فارسی؟ حالا ولش کن. وقتی که میگن من اوکیم، خودت داری انجامش میدی دیگه. حالا وقتی که میگه که من اوکیم وقتی که میگه من اوکیم، خب در واقع از یه سری ترس ها داره فرار میکنه و نمیخواد با چالش ها روبرو بشه. خب و چون نمیخواد با چالش ها روبرو بشه، الان میگه که نه اوکیه. ببین مثلا یه نفر تصور کن، خب یه بچه هست، بعد بزرگ میشه، 40 سالش میشه، هنوز والدینش دارن پولشو میدن. خیلی خوب، نمیخوایم بگیم این بده یا به کاری نداریم اصلا با این چیزا. بهش میگه که بیا شروع بکن خودت یه کار راه بنداز، یا همون پولایی که داری میگیری رو یه کاری بکن، یه جایی سرمایه گذاری بکن برای خودت. میگه که نه من اوکیم با همین. خب بعد نگاه میکنی به ماجرا، میبینی که از چالش های کار میترسه، از اینکه شکست بخوره میترسه، از اینکه باید یه چیزایی یاد بگیره میترسه، از اینکه باید کار بکنه میترسه، از اینکه فعال باشه میترسه. خب و نمیدونه همه اینا توشون پر از لذت و خوشگذرونی اتفاقا، نه اینکه عذاب بکشه و میترسه دیگه. خب
ترس یه چیزیه که بوده برای همه. میدونین یه وقتایی شما یک وسیله شهر بازی هم میبینی میترسی، اما وقتی که سوارش میشی بعد یه ذره که میره ترست میریزه دیگه خوشت میاد، آی خب جیغ و داد میکنی اما خوشت داره میاد، داری لذت میبری و اینطوریه. و نکته دیگه اینه که اونا به خودشون اونقدرها آگاه هم نیستن. حالا دیگه باز تصمیمات خودشونه، ولی اگر شما الان میگه که خیلی خب من یه ترسایی دارم، خب میرم روشون کار میکنم، موانعی هستن میرم انجامش میدم، همه انجامش دادن، حلش میکنن، هر مسئله‌ای که باشه حلش میکنیم، از شخصی که بتونه اون مسئله رو حل بکنه کمک میگیریم و چیزای اینطوری. خب یه سری هم میگن که اونو به کنار، مشخصه انجامش میدم، من واقعا رضایت ندارم و میخوام که تغییر بکنم. خب حالا اینجا باید از خود بپرسی شما چی نمیخوای؟ میگی من این وضع زندگیمو نمیخوام. مثلا میگی خب من یه انسانیم که میخوام توی حرفه آواز خیلی به سطح بالایی برسم، میخوام که جایگاه‌های صدامو بشناسم، میخوام هم بمو بتونم بخونم، هم زی رو بتونم بخونم، هم میانه رو بتونم بخونم، همین که تکنیک بتونم اجرا بکنم و خواننده‌ای نباشم که فقط داره معمولی میخونه. میخوام یه خواننده حرفه‌ای باشم که کسی گوش میکنه بگه اوه چقدر حرفه‌ایه و اینجور چیزا رو دوست دارم. دوست دارم که کارهای خلاقانه بکنم. خب و این به شما کمک میکنه بدونی که الان کجا هستی و قراره به کجا برسی. خب حالا وقتی که اینا مشخص میشه قدم‌های بعدی از راه میرسن. مثلا میای با من ارتباط بگیری، منم بهت یاد میدم که رو صدات کار بکنی. خب مدیونی فکر کنی تبلیغ بود. حالا بعد از این بعد از این شکلیه که شما آماده میشید. چرا؟ چون مثلا میبینی که خب اون کسی که میخوای تبدیل بشی دقیقا روبروته، برات واضحه، هدفته و خودتو آماده میکنی برای تغییر کردن. خب ما همیشه در حال تغییر کردن هستیم، میدونی؟ یعنی یه وقته ممکنه بگی که نه من از تغییر کردن بدم میاد، ولی تو فکر میکنی که تغییر نمیکنی، تو داری تغییر میکنی. الان من مثلا با بدن نوزادیم اومدم اینجا دارم صحبت میکنم، یا مثلا با بدن 3 سالگیم دارم صحبت میکنم. نه دیگه کلی سلول ها همه اینا رفتن. خب یه بدن دیگه است. پس ما هی داریم تغییر میکنیم. حالا اون شخصیت خودمون، اون ساختار فکری خودمون، نگرش هامون، اندیشه‌ای که داریم، ارتباطاتمون، اینا هم همیشه در حال تغییره و پس این داره انجام میشه خودش. حالا اگر ما اینو بگیریم و به صورت خودآگاهانه تسلط بهش داشته باشیم، میتونیم از این توانایی که کل جهان وجود داره، یعنی که همه چیز در حال تغییر کردنه، به نفع خودمون استفاده بکنیم. بله باید به نفع خود استفاده بکنی. پس چی؟ یعنی میبینی که تونستی تغییراتی داشته باشی که زندگی خودتو عوض کرده. نمیدونم تغذیه‌تو درست میکنی، ورزشتو میکنی، با افراد درست ارتباط میگیری، کتابایی میخونی که تفکر مناسبی رو بر اساس اهدافتو بهت میدن. خب حالا هر چیزی که هست و آموزشای گوش میدی که تو رو به هدفت میرسونه، یا مثلا صحبتهایی میکنی خودت که مربوط به اهداف خودته و اینا کمک میکنه که اون سیستم تغییر دهنده خب هی در جهت خواسته های تو رو به حرکت باشه. یادت تو قسمت قبلی در مورد عادت صحبت کردم، اگر ندیدین برین ببینین، خیلی مهمه و اون داره همیشه انجام داده میشه. نورون‌های مغزی خودشون دارن تغییر میکنن یا عادتهای قبلی رو دارن تقویتش میکنن، خب که اون باز هم یعنی چی؟ تغییر کرده. یعنی اون نورون دیروز من اگر الان تقویت شده، نورون دیروز من نیست. مثل این میمونه که الان بازوهای من بزرگتر شده باشه، بازوه ولی بازو دیروز من نیست. درسته؟ آسمونه ولی آسمون دیروز نیست. هر روز هی داره تغییر میکنه. حالا وقتی که اینا هدفمند باشه میتونه برای ما مفید باشه. خب
این اطلاعات قدرتمندیه. این اطلاعات اگر انجامش بدین دیگران به شما میگن که خیلی خوش شانسی، بهت میگن که تو خیلی موفقی. بعد حتی چند تا فوش هم ممکنه بهت بدن، بگن که نمیدونم تو فکر کردی کی هستی، حسودی بکنن، باشه بذار بکنن. خب موضوع اینه که تو به خواسته خودت برسی. خب این چیزی که بهت دارم میگم، با اینکه خیلی طرفدار شنیدن صحبت‌های انگیزشی هستم، این از اونها نیستش که الکی توپتو پر بکنه. این از اونهاییه که به شما دانش میده. دانش باعث میشه شما فکر بکنی و ببینی که خیلی خوب منطقیه دیگه، بیام تستش بکنم. من که همینجوری هر روز دارم تغییر میکنم، همینجوری هم علمم داره میگه که نورون‌های من هی دارن ساخته میشن یا اون قبلی‌ها هی دارن تقویت میشن. پس هیچ چیزی ثابت نیست، همه چیز در حال حرکته. حالا اگر من این حرکت رو بیام آگاهانه در مسیر خواسته خودم انتخاب بکنم، استفاده بکنم، خب میتونم به خواستم برسم. چرا؟ چون اینا قدرتن. تو مگه میتونی بیای جلوی تغییر رو بگیری؟ نمیتونی، ولی میتونی ازش استفاده بکنی. میتونی ازش استفاده بکنی به نفع خودت. تو توانایی هایی داری که نمیتونی جلوشونو بگیری. اصلا چرا باید جلوشونو بگیری؟ این حرفا چیه دارم میزنم؟ چرا باید بگیری؟ خب چه فازیه؟ و بیا از این استفاده بکن به نفع خودت. خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، کمکت میکنه و تو انجامش میدی و ببینی که چقدر کیفیت زندگیت داره بهتر میشه. هر چیزی دیدی که مانع هست، اون مانع فقط باید تغییر بکنه. حالا بیشتر توضیح میدم. به هر حال اینا ویدیوهای کوتاهیه و قراره که تون توی یوتیوب آپلود بشه. به خاطر همین دیگه من نمیام 5-6 ساعت حرف بزنم، وگرنه ولم کنی حرف میزنم، خیالت راحت، اینطوریم. اما الان به صورت خلاصه اون اطلاعاتی که به دردت میخوره رو دارم بهت میگم. خب چون که ما میخوایم که توی ایران همه فارسی زبون ها خب همگی با همدیگه رشد بکنیم، باشه؟ و قطعا میتونیم انجامش بدیم، هیچی هم جلومون رو نمیگیره. خیلی خوب، این پایان این قسمت از برنامه محمد ثابتیه و تا یه قسمت دیگه فعلا خدا نگهدار.